چرا مردم طرف رو به عنوان دشمن تعریف نمیکنن؟ مشکل در عقل سلیم. خب اینجاست که نیروی انقلابی بایستی کار بکنه. او میگه که تو عامل فتنه ای بر علیه مردم ایستادی. طرف بایستی بگه من خود مردمم. خود مردم بودگی یعنی کثیف بودگی و بی قدرت بودگی نیست. خود مردم بودگی یعنی تمامیت قدرت و آزادی و سروری. تویی که با اسلحه در مقابل من بی اسلحه ایستادی، تو منو دشمن تعریف کردی. حوزه عمومی حوزه زیست من است، نه حوزه سرکوب و کنترل تو، نه حوزه تحمیل اراده تو. حوزه عمومی حوزه تحمیل اراده منه. این کارو تو بایستی بکنی. به همین خاطر مردم نمیدونه، نمیاد، میترسه. عقل سلیم میترسونتش. افکار عمومی برساخته شده، ذهنیت برساخته شده همین کارو کرده. فعالین حوزه جامعه مدنی، بی بی سی، وایس آف امریکا، من و تو، اپوزیسیون دلقی این کارو کرده برای تو. و همین خاطر طرف میره تو خیابون میکشنش و فکر میکنه اگه اشک بریزه خیلی کار بزرگی کرده. وگرنه آدمی است، موجود زنده است. تهدید مرگش بکنی تهدید مرگت میکنه. چه اتفاقی افتاده؟ شما از یک موجود صیاد شکارچی یه سگ چوب خورده، شلاق خورده رام درست کردی. چه اتفاقی افتاده؟ این معجزه است شما یک حیوان رو اینطوری رام بکنی. مرسی.